سلام دوستان، به ویدیوی سوم این چنل خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چطوری استیم رو استفاده کنید، همون استیم که توی ویندوزه. ما میخوایم به کمک پروتون از استیم استفاده کنیم برای بازیایی که معمولا فقط توی ویندوزه. البته که بازیایی که آنتی چیت در سطح کرنل دارن روی این سیستم های لینوکس جواب نمیده، چون کرنل لینوکس با ویندوز خب فرق داره. میان اول از همه باید اینجا مولتیلیب رو فعال کنیم که اینجا میبینیم این شارپ پشت مولتیلیب و این یکی مولتیلیب تستینگ رو برمیدارید و اینکلوده زیرشون. بعدش کنترل او برای سی و کنترل ایکس برای بستن. حالا یه بار پکمن رو ریفرش میکنیم، سودو پکمن داش اس بزرگ وای. الان که میبینیم مولتیلیب و مولتیلیب تستینگ اینجا هستن، یه بار کلیر میزنیم، بعد سودو پکمن داش اس بزرگ استیم. من چون کارت گرافیک انویدیا دارم میام از 2 استفاده میکنم. اینا درایورهای ولکانه برای کارت گرافیکتون، هر کدوم که خودتون دارید میتونید استفاده کنید. این کلا AMD، این کارت گرافیک های استیم، اینا ریدیان، دوباره یکی از خطای استیمه. جوابای رو میزنیم، حالا صبر میکنیم تا اینا نصب شه. البته که احتمالا تایم زیادی میبره. تا اینا کاملا نصب شه من ویدیو رو پاز میکنم، چون میبینید که 62 تا پکیج رو همشون دارن طول میکشن. دوستان تمام شد. حالا میتونیم توی اپلیکیشن هامون اینجا استیم رو پیدا کنیم. استیم رو یه بار ران میکنیم تا آپدیت شه و بعدش یه بار باید لاگین کنیم. وقتی که آپدیتش تموم شده لاگین کردم دوباره شما رو میبینم. خب دوستان، استیم نصبش تموم شد و واردش شدیم. الان همینطور که میبینید اینجا ما همه بازی ها رو داریم. CS2 بازیه که برای لینوکس ساخته شده، GTA ساخته شده، ولی GTA Legacy همینطور که میبینید زده available for Windows. ما کار پروتون اینه که میاد این پیام رو از بین میبره و میبره که ما برای خودمون همینطوری هم بازی کنیم. میریم از این بالا توی settings، بعد compatibility رو باید پیدا کنیم. compatibility، بعد enable Steam Play for all other titles. روی start رو میزنیم. استیم یه بار دوباره از اول روشن میشه. الان روشن میشه که باز میشه، یه بار ریلانچ میکنه. تا لانچ بشه من دوباره ویدیو رو پاز میکنم. خب استیم لانچ شد و همونطور که میبینید GTA Legacy رو ما الان میتونیم نصب کنیم، ولی خب حجم زیادی داره و من ترجیح میدم روی لینوکس اینو نصب نکنم. این ویدیو نسبتا کوتاهی بود، ولی خب همین دیگه، استیم کار راحتیه، چی بگم. استیم و پروتون تا جایی که من میدونم تنها برنامه هایی که میشه فعلا استفاده کرد، و اگر به مشکلی برخوردید میتونید بیاید اینجا توی ستینگ کامپتیبیلیتی ببینید ممکنه از ورژن پروتونتون باشه مشکل. ورژنش رو حالا یه خورده توی اینترنت بگردیم ببینید کدوم ورژن بهترینه فعلا. روز خوبی داشته باشید. حالا تا ویدیوی بعدی.